اگر دچار فتق دیسک گردنی هستید، تمرین ایزومتریک گردن یا نک ایزومتریک اکسرسایز ها مطلقا به دردتون نمیخوره. هیچ تکسی یا هیچ منبعی که اینها رو تایید کنه وجود نداره. آی دکتر انجام بده. خیلی میبینم تو اینستاگرام هم زیاد میبینم 4 طرف که بیمار رو میگن اگه دیسک گردن داری این ورزش رو انجام بده. این ورزش هیچ بیس علمی نداره. من دیدم یک نوروسرجر اینو توضیح داده، 50,000 ویو خورده. این تمرین برای دیسکوپاتی کاملا غلطه. تو کدوم رفرنس گفته این تمرین به درد دیسکوپاتی میخوره؟ یا مریض میاد تو کلینیک از من میپرسه من دیسکم زده بیرون، آی دکتر من اینو انجام بدم. ما تمرینات بسیار بسیار پیشرفته تر از اینه داریم. این تمرین مال 50 سال قبله. تمامی بیماران هم میگم تمامی تمرینات درمانی که در فضای مجازی بدون ارزیابی و معاینه دقیق بیمار صورت میگیرد کاملا غلط است. هر تمرینی که به شما آموزش میدم ممکن است شما را فلج کند، مگر اینکه در 3 جلسه متفاوت شما را دوباره دقیق معاینه و ارزیابی کنم. هیچ درمان 100% نداریم. فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را نخورید. تمرین درمانی ستون فقرات فقط و فقط کار تخصصی اسپاین فیزیوتراپیست است.